گوشه اشاق گوشه آخر اصفهان تو این کتاب هست که علاوه بر فای سوری و سول دیز دو رو همینجا ازمون سوری خواسته. ر با سرعت پایین شروع به نواختن میکنیم. گوشه اشاق آخرین گوشه اصفهان در این کتاب هست. با سرعت پایین شروع به نواختن میکنیم. علامت فای سوری و سول دیز بود که توی این گوشه دو رو هم ازمون سوری خواسته. با سرعت پایین مثل ویدیوی قبلی میزنیم میریم جلو. آخر ویدیو سرهمش رو براتون اجرا خواهم کرد. ر دو ر می می ر دو دو سی دو ر دو سی سی لا سی لا. دوباره خط دوم مثل همین خط هست. لا ر دو سی دو لا ر دو سی دو سی دو ر می فا می ر دو سی دو لا. خط بعدی لا ر دو سی دو لا ر دو سی دو سی دو ر می فا سول فا سول می ر دو سی دو را. اولین نوت می فا سول فا سول می ر دو سی دو لا. می فا سول فا سول می ر دو سی دو لا. لا سی دو بکار دو ر سی دو لا سی لا سول لا سول لا دو سی دو سی لا سی لا لا دو سی دو سی لا سی لا. خط آخر لا سی دو ر سی دو لا سی لا یه مکس کوچیک لا سی لا سول لا سول لا دو سی سی لا سی لا. سر هم دوباره میزنیم آروم. می فا سول فا سول می می فا سول فا سول می می فا سول فا سول می. چند بار اجرا میکنم که تو ذهن قشنگ بمونه. حالا ادامهش بتونتر. و پایان دستگاه اصفهان. چون توی این کتاب با توضیح رفتیم جلو، ممکنه اگر که بزنین آرشه هاتون با آرشه های من یکی نباشه. از این بعد عذرخواهی میکنم چون هی وایسادیم توضیح دادیم، تیکه تیکه زدیم. سرعتش دست خودتونه. تو ویدیوی قبلی هم توضیح دادم. میتونین که هر چند تا رو که زدین، هر چند تا گوشه که زدین کتاب ببندید. اون چیزی که برداشت خودتون هست از گوشه ها رو اجرا کنین تا جایی که از قالب و چارچوبش خارج نشه. میتونین توش تغییر ایجاد کنین، به صورت سوال جوابی رو سیمای زیر و بم اجرا کنین. اگر که
دوست داشتین میتونید فیلماتون رو برای ما تلگرام کنید ببینیم. خوشحال میشم بتونم نظری بدم. و اینکه بازم تاکید میکنیم هدف از این ویدیوها خدمت و کمک به اون دسته از عزیزانی هست که دسترسی به معلم و کلاس ندارن نسخه میکنن. برای نه هیچ گونه ادعای پشت هیچ کدوم از این فیلم ها نیست.